این روزا هر کسی میره آرایشگاه همون مدل موی فید کلیشه‌ای رو میزنه. اما نتیجه چیه؟ به جای اینکه مردونه تر بشی، بعضی وقتا حتی بچگانه تر دیده میشی. عکس مدل مو رو میدی به آرایشگرت، فکر میکنی قراره جذاب تر شی. ولی وقتی تو آینه نگاه میکنی، اون چیزی که انتظار داشتی نیست. در حالی که خیلی از بازیگرا و آدمای موفق اصلاً دنبال مدل موی شلوغ نیستن. اونا یه مدل موی ساده دارن. چون مو براشون مثل یه برند شخصی عمل میکنه. تو این ویدیو 5 مدل موی ساده و مردونه رو بهت نشون میدم که واقعاً میتونه استایل تو تمیزتر، جذابتر و مردونه تر کنه. مدل موی اول، فرق کلاسیک. یکی از شیکترین و تمیزترین مدل‌های مردونه است. مو از یه سمت با یه فرق مشخص جدا میشه و حالت مرتب و کلاسیک میگیره. برای صورت‌های گرد، بیضی و حتی کشیده خیلی خوبه چون فرم صورت رو متعادل‌تر نشون میده. اگه موهات صافه، با سشوار و کمی واکس سبک خیلی راحت حالت میگیره و اگه موج داره بهتر کمی نمدارش کنی و با شونه به سمت فرق هدایتش کنی. مدل موی دوم، اصلاح معمولی. یه استایل ساده و همیشه جوابگو. کناره‌ها کوتاه‌تر و بالای سر کمی بلندتره بدون هیچ پیچیدگی اضافه. برای استفاده روزمره عالیه چون نیاز به رسیدگی خاصی نداره. فقط یه مقدار خیلی کم خمیر مو یا واکس سبک بزن و با دست به شکل طبیعی فرم بده. جذابیتش هم دقیقاً توی همون طبیعی بودنشه. مدل موی سوم، اسلیک بک. مدل کلاسیک و جدی‌تر. موها کامل به عقب شونه میشن و یه ظاهر قوی و با اعتماد به نفس میدن. برای صورت‌های بیضی و کشیده خیلی خوبه چون صورت رو کشیده‌تر و مردونه‌تر نشون میده. برای حالت دادن مو باید کمی نمدار باشه. بعد با شونه به عقب هدایتش کن و یه مقدار ژل یا واکس سبک بزن تا ثابت بمونه. مدل موی چهارم، برو فلو. بهترین انتخاب برای موهای پرپشت و موجدار. اینجا هدف طبیعی بودن و رها بودن موهاست که یه استایل خفن و بی تکلف میده. بعد از حموم فقط با هول خوش کن یه کرم مو سبک بزن و بذار خودش فرم طبیعی بگیره. همین بی‌نظمی کنترل شده جذابش میکنه. مدل موی پنجم، تیپر کلاسیک. امن‌ترین و همیشه جذابترین گزینه. کناره‌ها به صورت تدریجی و نرم کوتاه میشن بدون خط تیز و فید سنگین و بالا ساده و تمیز میمونه. برای هر فرم صورتی جواب میده و یه ظاهر مرتب، بالغ و شیک میده. فقط کافیه خیلی ساده شونه کنی یا یه مقدار خیلی کم محصول سبک بزنی. پس دفعه بعدی که رفتی آرایشگاه قبل از اینکه فقط بگی فید بزن یه لحظه به این مدل‌ها فکر کن. چون فرق بین یه استایل معمولی و یه استایل جذاب خیلی وقتا فقط تو همین انتخابای کوچیکه. اگه این ویدیو برات مفید بود میتونی برای مدل بعدی موهات هم ازش استفاده کنی و تو ویدیوی بعدی میرم سراغ مدل‌هایی که مخصوص جذاب‌تر دیده شدن برای فرم‌های مختلف صورته.